هفته خبر تو خبر داره براتون از شیخ بری درب و داغونی که این دم آخری بیخیال کلید شده و رفته سراغ بیل. ما 2 تا بیل میخواستیم، یه بیل میخواستیم کمر کرونا بزنیم، یه بیل هم میخواستیم کمر تحریم بزنیم. همش من فکر میکردم این 2 تا بیل ما پیدا کردیم، به کمر هر دو زدیم. یعنی حتما کرونا دیگه کمر شکسته، اما کمر کرونا رو ما میشکنیم تا پایان دولت، کمر تحریم رو هم تا پایان دولت میشکنیم و امروز شکستیم. حکایت برخورد شیخ بری با مشکلات حکایت این امدادگره، با این تفاوت که این بنده خدا واقعا قصدش کمکه، اما شیخ بری خودش یکی از عوامل مشکلاته. شیخ بری در حالی مدعیه که با بیل به کمر کرونا زده که بقیه کشورها نه با بیل بلکه با واکسن کار رو به جایی رسوندن که رئیس جمهورشو میتونه بره توی کافه بشینه. بله، اونا واکسن رو به مردم میزنن، اما آخوندا نه تنها واکسن رو از مردم دریغ میکنن بلکه خودشون واکسن آمریکایی میزنن و واکسن روسی رو هم میندازن دور. شایعه شده آقای مهندس یه تعداد از کاندیدا واکسن زدن، شما واکسن زدی؟ نه خیر، من واکسن نزدم. من اتفاقا یکی از دوستانی که در روسیه بود برای من یه واکسنی مدتی پیش اومده بود، هنوز آورده بود و من حقیقتا نزدم. یعنی استفاده نکردید موند فاسد شد یا توی یخچال بود دیگه انداختیمش بیرون چون هنوز اصلا خیلی واکسن‌ها به این گستردگی نشده بود. درسته. این قول بیشاخ و دمی که ملاحظه کردید پاسدار دزدیه که کاندید سیرک انتخابات شده. البته بین نامزدای این سیرک قولهای دیگه‌ای هم با رنگ و سایزهای دیگه‌ای بود. با عرض سلام خدمت همه دوستان، امروز در کنار یکی از کاندیداها به اسم جینی هستم، قول چراغ جادو، در خدمتگزاری حاضرم سرورم. آقای قول چراغ جادو، شما از کدوم شهری اومدید؟ من از داخل قوری اومدم. از داخل قوری اومدید برای انتخابات ها؟ خب شعار انتخاباتی شما چی الان؟ اگر میخواهید بهتر از دیگران ببینید بر شانه های قول بایستید. مرحبا. در خدمتگزاری حاضرم. نوکرتم، افتخار دادی. این هم تصویری شماتیک از شعبده انتخابات آخوندا. What? No, come on, Jackie. What the heck? البته خودشون هم میدونن که دوران این شعبده بازی ها گذشته و دیگه تمام ماجرا. احساس خیانت بهشون دست داده، احساس میگن کلاشون برداشته شده، احساس خیانت بهشون دست داده. هرچی هم میگن تو هم یکی مثل قبلیه. البته این باندای حکومتی با این حرفاشون هدفی جز تقسیم قدرت ندارن و وقتی پای منافع نظامشون به میون میاد با هم ساخت و پاخت میکنن. البته خودشون هم میدونن که چه سرنوشتی در انتظارشونه و مدام درباره آخر عاقبتشون هشدار میدن. به خاطر فقر و گرسنگی و فشار محرومین مردم روزی خواهند ریخت، ما رو از مجلس و دولت مردان رو از دولت بیرون خواهند کرد. خیلی زمان نمیبره. این هم یه نمونه از واکنش‌های مردمی نسبت به نمایش انتخابات در فضای مجازی. ای رئیسی که رئیس دوست‌های عالمی، دیو آدم کش که پنداری فرا از آدمی، ای سپه سالار کشتار عظیم دین خیش که به جای ریشه میبالی به عمامه و ریش، ای جهانگیری تو ای غارتگر شوم پلشت که ز تهران خورده ای تا ساری و قزوین و رشت،
یا تو لاری جانی ای ملعون دزد بیشرف که به جز غارت نداری در سرت دیگر هدف. غارت جیب و سفره‌های مردم کم نبود، حالا آخوندا به غارت آب و برق رو آوردن. قطع برق اونچنان وضعیت فضاحتباری درست کرده که صدای مجری تیویریش رو هم در آورده. چند بار ما از مدیران اداره برق خواهش کردیم، تشریف آوردن اینجا درباره کمبود برق صحبت کردیم باشون. گفتن که آقا یه سری مشکلاتی هست، برق میره، نمیخوایم بره ولی خودش میره. از اینجور حرفا فراوان. به هر حال ما هم گفتیم دیگه چیکار کنیم دیگه، حالا مشکلاتی لابد کشور داره که شما نمیتونید برق رو تامین کنید. گفتیم آقا لطفاً وقتی میخواید برق رو ببرید یه خبری به ما بدید. گفتن که بله آقا ما یه اپلیکیشن داریم، یه وبسایت داریم، یه اینو داریم، یه اونو داریم. گفتیم آقا همه اینا رو بریز دور، یه جدول بده به ما، بگو که فردا میخوای برق رو قطع کنی. بازم برق رو قطع کردید بدون اینکه به مردم اطلاع بدید. چرا این کارو میکنید؟ برق رو نمیتونید تامین بکنید، میدونیم، به خدا برای ما دیگه مسجله. نمیتونید مدیریت بکنید، میدونیم، اینا رو دیگه فهمیدیم. نمیتونید یه پیامک بزنید بگید میخوام برق رو قطع بکنم. اینم کار سختیه، اینم واقعا فهمیدنش کار پیچیده‌ایه، کار مشکلیه. در پایان شیرینکاری جالبی رو با هم میبینیم که تقلیدی از کارتون معروف تام و جریه. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره.